کجا رفتشتی؟ یه بار دست میزنی که با میفهمم فهمیدی؟ دخترایی که به خارج خواندنی میروه دین و ایمان تو فراموش نکنه، گور و قیامت تو نسوزانه که دو روز مرگ به سراغ شما می آید و از هر یک عمل خود پرسیده می شوه. این همی دختر در خطای تحصیل میکنه، ببینه که چگونه سر و لباس داره، قریب کاملا برهنه و لوچ است، مثل زنانی فاحشه لباس می پوشه، گویا اصلا به روز حساب و جزا باوری نداره و مسلمان نیست. حیف گریه های پیامبر خدا که برای قدر و ارزش زنان مبارزه برد و اشک ریخت. در آن زمانی که زن مثل مال و کالا داد و گرفت می شد و دختر زنده به گور می شد. پدران و مادران عزیز، و سر و لباس دخترانتان توجه کنید. مگذارید که دخترانتان به مثل زنان فاحشه لباس پوشند. شما در پیشگاه خداوند از فرزندانتان پرسیده می شوید. از سر و لباس آنها، از تعلیم و تربیه آنها حتما پرسیده می شوید. هر کسی این دختر را بشناسد به خاطر الله این پیام من را به او رساند. اجر و پاداش او در نزد الله است. خواهرم، پیامبر خدا صفت زنان دوزخی را بیان فرمودند. مبادا از جمله زنان دوزخی باشی. در روایت مسلم آمده است که پیامبر خدا درود خداوند بر عباد می فرماید: دو گروه از اهل دوزخند که تا حال آنها را ندیده ام. یکی از آن دو گروه دوزخی زنانی هستند که لباس پوشیدند ولی با وجود لباس پوشی برهنه و لوچ هستند، یعنی لباس پوشیده اند که تنگ و تنوک یا نیم برهنه است. این حدیث در روایت احمد و ابن حبان با چنین الفاظ آمده است که پیامبر خدا درود خداوند بر عباد می فرماید: چو این زنان را لعنت کنید، زیرا آنها لعنت شده اند. خواهرم، حالا هم دیر نشده است. نوارهایت را از شبکه ها پاک کن، توبه کرده به سوی الله بازگرد. مبادا مرگ به سراغت بیاید در حالی که توبه نکرده باشی. به خاطر دنیای دو روزه آخرتت را برباد مده. مراد ما نصیحت بود و گفتیم، حوالت با خدا کردیم و رفتیم. پروردگارا، تو شاهد باش که من کلام حق را به این خواهران رساندم. پروردگارا، هدایت از جانب توست. زنهای مسلمان را هدایت فرما، آنها را از زنا و فحشا و منکرات دور بگردان. آمین یا رب العالمین.